اذکار و اوراد بعد از نماز سنت مؤکده. بعد از نماز نماز حضرت که نماز سنت بخواه خیلی خوب. سنت قبلیه طولانی بوده نماز سنت خیلی لازمه. نماز سنت باید طولانی بید. نماز فرض اگر کوتاه بید بخاطر که جماعت ناراحت نبید اشکالش نیست. نماز سنت که نباید کوتاه بید. نماز سنت وقت هستیم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقه. طولانی بوده نماز انسان و کوتاهی صحبتش سخنرانیش دلیل بر دانایی و دانشمندی است. نماز که طولانی است سخنرانی کوتاه، این دلیل دانشی، دلیل دانش و علم. سخنرانی حسن همیشه کوتاه دیگه. دائم به نماز طول دادی، در عالم غیب دل گشادی، وی خطبه بسی قصیر خوندی، بس گوهر معنوی فشوندی. و در بعضی هستی که یطیل الصلاة و یقصر الخطب الجمعیه. همیشه نماز طولانی شد و خطبه کوتاه، سخنرانی کوتاه.